هفته گذشته نزد من مادری آمد، 5 دختر داشتن. شوهرش از خانه پیش کرده گجاری رو. آن ناجوان مرد وای کجا رود؟ آیه 5 دختر فرزندی توست وای کجا رود؟ خدا تو رو که دختر کن کرده باشد، این بیچاره مادر چی گناه دارد؟ من زید دستم برای بعضی جوان مردا که به خاطر آنکه زناشون فقط دختر میکنن، دختراشان آزار، همسراشان آزار میتن، نسبت به دختراشان بیرحم میشوند. اینها حقیقت جواندار نیستند. باید از خدا دانست، باید دست قدرت خدا که در اونجا تصرف دارد از خدا طلب کرد که خدایا به من پسر صالح اهل قرآن نصیب کن، خدمتگار پدر. خدایا دخترم خوب است، من دوستشو میدارم.